اوه اوه، اونجا رو ببین، شماره دعانویزشو میخواد. وقتی دعای خیر پدر مادر پشتت باشه. میگم حیف پسر و این خفنی نیست دنبال این دختره که هنوز مثل مامان بزرگا لباس میپوشه این ور اون ور را میفتی. ببین این شماره منه، امشب با بچه اکیپ یه دورمی خفن داریم، پاشو بیا چش و گوشتو وا کنیم از این بدپسندی در بیای بابا. ببین دختر خوب، من زیبایی رو تو اصالت میبینم. این لباس اصیل دختر شهر منه. من اونو انتخاب کردم چون که اصالت خودشو نفروخته. همچین دختری نجیبه، شریفه، چیزی که من نه توی تو نه توی هیچ کدوم از اون دخترای اکیپت ندیدم.